سلام، دکتر رحمت الله عظیمی هستم. شما بیننده برنامه ما از طریق چینل یوتیوب صحت شما هستید. در این برنامه در قسمت پرهیز مریضان روماتیسم مفصلی میخوایم همراه شما صحبت بکنیم. خب، کسایی که مصاب بر روماتیسم مفصلی هستند باید که از کدام غذاها پرهیز بکنن. سوال است که همیشه از ما پرسیده میشه که دکتر صاحب کدام غذا را بخوریم، کدام غذا را استفاده نکنیم. قبل از اینکه ما بیایم در مورد پرهیز صحبت بکنم، چند مورد را در قسمت تداوی مریضای روماتیسم مفصلی میخوایم همراه با شما شریک بسازم. کسایی که مصاب بر روماتیسم مفصلی هستند بیشتر از اینا التهاب دارند، درد دارند، پوندیدگی و مسائل در ازشان موجود است. توسط دکتر صاحب به خاطر از اینکه پوندیدگی در از یا کاهش پیدا بکنه بیشتر از کورتیکوستروئید ها استفاده میشه، مثل پردنیزولون گپادن از افراد یا به شکل خوراکی و یا هم به شکل زرقیش با همون ججمنت یا قضاوت دکتر اینا میتونن که استفاده بکنن و ضمن دواهای درد است که توسط دکتر صاحب توصیه میشه. ولی بدبختانه بعض مریضا هم سر خود از دواهای درد استفاده میکنن که دردشان کاهش پیدا بکنه. ولی خطر اصلی که هست در روماتیسم مفصلی پیشرفتی مریضی هست. یعنی ما باید دواهایی را استفاده بکنیم که امو پیشرفت مرض توقف پیدا بکنه، نه تنها اعراض و علائمش. کو دواهای مشخص است که در این مریضی استفاده میشه که به نام دیمارس نامیده میشه که با امو تشخیص دکتر و حالت مریضی توسط دکتر صاحب هستند توصیه میشه. دواهایی است که مخصوص جلوگیری از پیشرفت یا سیر مریضی روماتیسم هست که توسط دکتر صاحب برای شما توصیه میشه. موضوع مهمی است که کسایی که مصاب بر روماتیسم هستند از کدام غذاها باید پرهیز بکنن. یک، شما از گوشت سرخ که بارت از همون گوشت گاو باشه، گوشت گوسفندی مسائل باشه استفاده نکنید. بیشتر از گوشت های سفید مثل گوشت مرغ، فیل مرغ مسائل که هستن استفاده بکنید. و همچنین از قهوه استفاده نکنید. کسایی که سیگرت استفاده میکنن سیگرت باید استفاده نکنن. از الکل بالکل پرهیز هستن، بخصوص کسایی که الکلیک هستن. و همچنین از غذاهایی که زیاد نمکی هستن و از بوری زیاد استفاده نکنید. و همچنین از غذاهای سرخ شده فست فود دیگه پاک هستن پرهیز باشید. این از این مسائل استفاده نشه. و در مقابلش غذاهایی که منابع خوب اومگا 3 هستن مثل ماهی، از این موارد استفاده بکنید. و همچنین از لبنیاتی که بسیار چرب هستن مثل پنیر و مثل قیماق گپا استفاده باید که نشه. کسایی که مصاب بر روماتیسم هستن این موارد که من براتون ذکر کردم امی غذاها را استفاده نکنین، به خاطری که باعث تشدید درد و التهاب. اصلا این غذاهایی هستند که باعث افزایش التهاب در نزد شما میشوند.